سلام دوستان، امیدوارم که حال همه شما خوب باشد و در این ویدیو درباره الفبet زبان انگلیسی با هم صحبت میکنیم و به شما درس میدهیم الفبet زبان انگلیسی را. خب، درس الفبet زبان انگلیسی رو ما از وب برنامه خودمون درس میدهیم و این آدرسی همین رو، یعنی بر وبسایت رو ما در زیر کامنتاری میگذاریم. شما در روی خودتون هم میتونید در ادب مثل ما از اینجا خوانیده. مثلا این برنامه برین است و در تلفن چگونه نمایش داده میشه. در تلفن این خیلی است. شما در شاید اول در روی صفحه اصلی باشد، در اینجا کمی معلومات است. شما منیو رو میگیرید و انگلیسی، قسم انگلیسی هم میدارید، یا اینکه انگلیسی هم میدارید. در اینجا چی است؟ الفبet زبان انگلیسی فرموده شده است و اگر قسمی مشق ها دارید، در اینجا مشق ها است که میتوانید شما مثلا مشق کنید. بمانند من چای رو دوست نمیدارم، مثلا I don't like tea جواب مثلا بعدی. خب اگر نادرست بگویم میگه که مثلا چی نادرست کردی. خب در این درس ما انگلیسی رو به شما درس میدهیم. من در اینجا بزرگش میگذارم به خاطر که شما نیز ببینید. خب بله. خب در زبان انگلیسی بچه‌ها 26 تا حرف میباشد، 26 تا و 5 تا از آنها همصدا میباشد و 21 تا از آنها چی همصدا. خب اکنون بیایید به جدول حرف‌ها نگاه میکنیم و در اینجا طرز نام‌هایشان است، تلفظشان است. مثلا حرف کلان، حرف خردش، تلفظی مثلا چیزیش و نام‌هایش. خب بیایید اکنون الفبet بچه‌ها اساس گیریم. الفبet این نامگذاری حرف‌ها است بچه‌ها، نه اینکه تلفظ حرف‌ها. مثلا شما در جملات یا اینکه در لغت‌ها بیان همین حرف در چگونه که شما در الفبet آن را مثال تلفظ کردید همون خیلی خوانده شود. نه، این تنها برای نامگذاری است. بمانند که مثلا شما یک نفر را نام میگذارید و در یک جای دیگر نامش را گرفتید به دیگران معلوم باشد. مثلا الفبet هم همین خلاص که مثلا بمانند چه خش ما داریم. مثلا شما یک دولت بیگانه میره، وقتی که نام مثلا سفر میگویی، مثلا نام سفر، و یا شاید که عموما در دولتشون نام سفر وجود نداشته باشد و آنها مثلا از شما شاید بپرسن که مثلا حرفکی بگویی، مثلا بعد مثلا میگویید مثلا سفر S A F R A R، مثلا سفر S A F A R، مثلا وابشت مثلا چه تلفظ دیگه میشود. خب مثلا بمانند که چه گوییم در اینجا مثال کرایم مثلا بچه‌ها اگر در الفبet نگاه کنیم مثلا که مثلا در اینجا ما که میخونیم در الفبet نامش چی C است، C R Y. نکیم اگر مثلا با الفبet خونیم C R Y میشه. این وابشت درست نیست. برای همین اساس باید ما فهمیم که الفبet برای شناخت کردن حرف‌ها است. مثلا در اینجا ما میگیم که مثال حرف C قطعی سر میشود، C قطعی یا اینکه R قطعی یا اینکه Y قطعی. خب امیدوارم که فهمیده باشید و در خواندن و یا دیگر خیلی است. خواندنش ما کمتر پرکتیک کردن و خوب خودتون میفهمید که چقدر خوانده میشود. خب اکنون بیایید تلفظ حرف‌ها رو با هم میبینیم و در اینجا بچه‌ها کدام حرفایی که با رنگ سرخ اشاره کرده شده است اینها صدانک‌های ما میباشد در زبان انگلیسی. و بیایید اکنون سر میکنید. یکم حرف ما این A میباشد بچه‌ها. A B C D E F G H
H کمتر ای داره داشته بگیم بچه I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z or Z or Z یا اینکه Z میگیرم. خب الفابت رو شناس شدیم. مثلا مثلا اگر تست بگیم A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. بچه خب این الفابتی زبانی انگلیسی ما بود. شما حتما در یک دفتر نویسید و پرکتیک کنید. خب بیایید اکنون چقدر که ما گفتیم حرفای صداناک و همصدا در انگلیسی میباشد. در زبان انگلیسی 5 صداناک میباشد بچه ها و 21 تا همصدا میباشد. صداناک های اینهای اند A E I O U و در زبان انگلیسی بعضی وقت حرف Y ایگریگ میگیم که در متماتیکا نیز صداناک میشود. برای مثال ایگریگ در اینجا به صداناک ها تبدیل شده است. sky, fly, my, why. خب only, quickly, folly و بعضا و دیگرها و غیره مثلا. و بعضا وقت همصدا میشود حرفی Y. برای مثال در اینجا yellow, young, yesterday و غیره. خب و همین خیلی اگر در گراماتیک که من نگاه کردم حرفی Y تقریبا 12.5% همصدا و 97.5% صداناک میباشد. و خب درس ما تنها در اینجا لغت ها بود. بچه ها الفابت بود. ما الفابت رو به شما فهمونده و خب بچه ها لغت در اینجا صداناک واول میشود همصدا کانسونانت و این رو هم نیز اذیت کنید و کم کم در درس هایتون درس های انگلیسی تماشا کنید. حضوری من به شما توصیه میدم. مثلا واول مثلا شما جو فهمیدید که واول میشه صداناک و کانسونانت چی میشه همصدا. بنویسید مثلا در یوتیوب مثلا vowel in English مثلا یا consonant in English مثلا اون چی نویسید همون خیلی به شما میبارد و اساسا گوشتون رو به زبان انگلیسی خودش چی آموخته کنید. خب بچه ها این بود درسی الفابت زبان انگلیسی ما. امیدوارم که بهره برده باشید از این درس. و چی خواستم نمیدونم O P Q R S T U V W X Y Z. خب در اینجا کمی دیگر من گراماتیک خوانم اگر شما هم خواهید بخونید و من سیلکه این برنامه رو چگونه که گفتم در زیر کامنتاریا ذکر میکنم و در زیر اپیسانی هم میگذارم. شما دارید از این برنامه استفاده کنید و بسیار نقشه هست شاید که در این برنامه با شما چکنید یعنی وارد کنید شما استفاده کنید. و قسم مشق خود بچه‌ها چقدر که ما گفتم در اینجا بسیار هم خوبه. شما میتونید در آینده به آخر درس کنید. مثلا من مکتب خود رو دوست می‌دارم. I like my school درس میکنی ایخت اتفت میگه درس میتونی برنامه. so ما میپذیریم we cook یعنی که چه پدر من قهرمان من است. my dad is my superhero. مثال یعنی که اگر مثال اگر رفت خطا کردین با مجبورین جابجاشون میکنین
آیا پسر آیا او پدرش رو دوست می‌داره؟ Does he love daddy his اگر خطا بگیم چی خطا را میگه تو. خب اگه در مورد این برنامه هم استفاده کنید به پولای ما ممکنه نمیرسه پروسه برای شما در اومده درس کنید و همیشه استفاده کنید از این برنامه و تا درس‌های دیگر موفق سربلند باشید. همیشه در فکری درسخوانی باشید و این درسخوانی بهترین کار است و برکت دارد. موفق سربلند.